بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، امیدوارم که هر جا هستید سالم و سلامت باشید. با درس دیگه از سری آموزش های جامع و کامل ووکامرس در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که با هم بتونیم ووکامرس رو یاد بگیریم و جلو بریم. خب ووکامرس چیست؟ ووکامرس یک افزونه برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس هست که به کاربران این قابلیت رو میده که به ما این قابلیت رو میده تا فروشگاه آنلاین خودمون رو بسازیم، فروشگاه و محصولات خودمون رو به فروش برسونیم، محصول اضافه کنیم، درگاه پرداخت اضافه کنیم و غیره. این افزونه به ما این امکان فروش محصولات فیزیکی و دیجیتالی پیشرفته رو با پرداخت آنلاین و مدیریت موجودی پرداخت و ارسال فراهم میکنه. میتونیم محصولات فیزیکی بفروشیم، میتونیم محصولات دیجیتالی و دانلودی هم بفروشیم و این واقعا فوق العاده است. ووکامرس به کاربران اجازه میده تا فروشگاه آنلاین خودمون رو بر اساس نیاز خودمون سفارش کنیم و برای مدیریت محصولات، سفارشات، پرداخت ها و ارسال ها از پنل مدیریتی قدرتمندی استفاده کنیم. همچنین این افزونه قابلیت اتصال به درگاه های مختلف پرداخت و شبکه‌های اجتماعی رو نیز فراهم میکنه. ووکامرس به دلیل سادگی استفاده، امنیت بالا، قابلیت سفارش سازی و پشتیبانی فوق العاده از جمله افزونه‌های محبوب برای فروشگاه‌های آنلاین و برای بسیاری از فروشندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسط بهترین گزینه برای راه اندازی فروشگاه آنلاین هست که این دوستان به درد ما میخوره و ما میتونیم از ووکامرس استفاده کنیم و فروشگاه خودمون راه بندازیم. ووکامرس دارای افزونه‌های بسیاریه که به کاربران کمک میکنه از اونها برای افزایش قابلیت‌های فروشگاه آنلاین خودشون استفاده کنن. برخی از افزونه‌های محبوب ووکامرس عبارتند از افزونه پرداخت ووکامرس. این افزونه به کاربران امکان پذیرش پرداخت‌های آنلاین رو از طریق درگاه‌های پرداخت مختلف مانند پیپال که تحریم به خاطر که خارجی از ما تحریمیم، بانک ملت، زرین پال و غیره میره. از زرین پال و بانک ملت برای خود ایرانه و میتونیم از اونها استفاده کنیم و افزونه های دیگری که در معرفی خواهد شد. افزونه پست ووکامرس. این افزونه به کاربران امکان ارسال محصولات به مشتریان رو با استفاده از شرکت‌های حمل و نقل مختلف مانند پستی، پاکس و غیره میده. افزونه تخفیف ووکامرس. این افزونه به کاربران امکان ایجاد تخفیف‌های مختلف و مدیریت اونها رو میده. افزونه عضویت ووکامرس. این افزونه به کاربران امکان ایجاد بستر عضویت در فروشگاه آنلاین خودمون و ارائه تخفیف ها و پیشنهادات ویژه به کاربران عضو رو میده. افزونه ووکامرس چند زبانگی. این افزونه به ما این امکان ترجمه فروشگاه آنلاین رو به زبان‌های مختلف میده. ووکامرس به کاربران امکانات زیادی را برای مدیریت فروشگاه آنلاین خودشون میده و به دلیل سادگی و قابلیت سفارش سازی بالا، این افزونه برای کاربرانی که میخوان فروشگاه آنلاین خودشون رو با کمترین هزینه و زمان راه اندازی کنن گزینه بسیار مناسبیه. ووکامرس همچنین به کاربران اجازه میده تا از طریق افزونه‌ها و قالب‌هایی که براش طراحی شده فروشگاه آنلاین خودمون رو به شکل سفارشی طراحی کنیم. این افزونه‌ها و قالب‌ها به کاربران امکانات زیادی رو برای سفارشی سازی فروشگاه آنلاین خودشون میده و به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه میتوانیم از آنها استفاده کنیم. همچنین ووکامرس به کاربران امکان ایجاد گزارشات مالی با فروش رو میده و به کاربران این امکان رو میده تا به راحتی مدیریت کنترلی و فروشگاه آنلاین خودشون داشته باشند. با داشتن گزارشات مالی فروش، کاربران میتونن به بهبود فروشگاه خود بپردازند و بهترین تصمیم‌ها را برای توسعه فروشگاه خودشون بگیرن. در کل این جلسه معرفی ووکامرس بود و اینکه در کل ووکامرس یک افزونه بسیار قدرتمند و کارآمد برای ایجاد فروشگاه آنلاین است. دوستان دقت کنید به این جمله، در کل ووکامرس یک افزونه بسیار قدرتمند و کارآمد برای ایجاد فروشگاه آنلاین است که به کاربران امکانات زیادی برای مدیریت فروشگاه آنلاین خودشون میده. این افزونه به دلیل سادگی استفاده، قابلیت سفارش سازی بالا، پشتیبانی فوق العاده یکی از بهترین گزینه‌ها برای راه اندازی فروشگاه آنلاین است. خب امیدوارم که از این جلسه هم خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشیم. در جلسات بعدی خدایا رو نگهدار.